السلام علیکم مهمانان عزیز، دوستان، خویش تباران، آن کسانی که مهر و عاقبت نسبت به دکتر طاهری دارند. در اصل ما معلمان، برای معلمان مهلت سخن گفتن چارچوبه گذاشتن خطا، لیکن عزت طاهری به اون معیار زیاد که من حرکت میکنم که کوتاه شدم. در اینجا درباره نامشان گپ رفت. باور کنید تا نظری حق نرسد نهالی میدچه درخت عظیم نمیشد. از روی تحلیل نامشان از روز ازل نظری حق رسیده انسان، مادامی که نظری حق رسید، بزرگان گفتند میخواهی که نظری حق به تو هم رسد، در گرد اطرافی نظری حق رسیدگان باش. چون که در اینجا شاگردان دختران زیبا یاش از کالج طبی حضور دارند، برای نام ملا ظهور طاهری باوری دارم که همچون درخت عظیم هم طب، هم علم، هم شاعری، خصوصا انسانگری عظیم همچون عبرت حضور دارد. آن نعمتی که خداوند به شمایان نصیب گردان، باوری دارم پیش از آن که شما بگفتن که همینجا همین خیلی واخوری می شود، بعضیتان از سبب طاهری و نشناختنتان ممکن در دل جوانیتان یک ناراضگی پیدا شد که من اونجا رفته چیکار میکنم ششتن. لیکن باور کنید که بعضی آدمانی که در اینجا حضور ندارند از نعمت خدا داده که شما چشیده استاده ایتان به نصیب ماندن. ملا ظهور طاهری قطره دریای زرافشان. دریای زرافشان طبیعتا شوخ است. از سبب شوخی دریای زرافشان قطره های زهرین آن از ساحل دور افتیده باشند هم در جای افتیدهشان دنیا را با زر و زیور، با مهر و عاقبت، با امر خدا کرده نیکی هایی که آنها همچون فرستاده خدا به آدمان هدیه میکنند و بزرگی صاحبند. من در اینجا 6 ورق نوشته آمدم، آن را من به نظر نگرفتاسیم. در آنجا همین خیل خدمت های طاهری نوشته شده که از حدود شهر خوجند، از حدود تاجیکستان، از حدود آسیای مرکزی و دنیا پهن شدگی. خودتون من نوارها را دیداسید. آیا این نظری حق رسیده نیست؟ پس بیایتان سخن را کوتاه کنم. ملا ظهور بودگی گفت همچون طبیب، همچون انسانی بزرگ، این کس هم در قطار ما شما به خدا دائم مراجعت دارند. خدا میگویند که اول به آدمانی که مخلص به طبیبی من هست سلامتی ده. در خود از خود گشاده شد. به آن کسانی که بیمار هستند به آنها شفا ده. در قطار آنها اگر نصیب بینی به من هم عمری دراز ده. آن عمری که خدا داده است، خدا و هزاران شکر سالهای درازی که در اینجا باز هدیه گفتن، من هم شریک هستم. لیکن باید هممون دانیم که خدا گفتنی یک کس خدا گفتنی نه. خدا گفتنی هر کس خدا گفتن نیست. خدا گفتنی یک کس خدا گفتن نیست. خدا گفتنی هر کس هم خدا گفتن نیست. هر کس می باید مثل دکتر طاهری زیست که دیگران برای او خدا گویند. وقتی که دیگران برای کس خداگویی میکند، زمزمه خدا گفتن به خدا میرسد و از خدا به هر بنده آن نعمتی که میطلبد البته میرسد. بیایتان برای ملا ظهور طاهری تنی صحت، خاطری جمع، دل به هم از خدا طلبیم تا که صحت باشند، سلامت باشند، روزی کمی را نبینند و به آن کسانی که محتاج هستند و نعمت خدا سلامتی با دست این کس دسترس می شود و دعای آدمان صاحب باشند. سلامت باشید. آدمان را دوستی پرزور کند
در همه روی جهان مشهور کند دشمنی ویرانکار عالم است آدمان را خار و زار و کور کند. مثلا حاضر جنگ های اوکراین بیشتر جنگ های ترکستان من دویم در سفر هستم. مثلا حاضر خیلی که اینجا گفتم از اونها من 95 روز در حدود روسیه بودم. از آن جمله در یک ماه در سوردوفسکی اوبلاست که در آنجا حاضر 450,000 نفر تاجیک‌ها زندگانی میکنند. برای چی؟ وطن پرستر رفتن. برای که در وطن ما جای کار کم، جای کار تاسیس کردن نکن، تشکیل کردن نکن که هر یک آدمی که اونجا رفت مهری فرزند، زن دور میشن، اویله ها ویران میشن، جمعیت ویران میشن.